چالش 7 روزه آموزش الایت موشن. روز دوم، شیپ ها. وقتی وارد پروژه جدید میشیم از پایین صفحه علامت برابر رو کلیک میکنیم تا این پنجره برامون باز بشه. اولین گزینه این پنجره شیپ ها هستن. شیپ های این برنامه شکل‌ها و مدل‌های مختلفی دارن ولی در کل به دو دسته تقسیم میشن. یک، شیپ های ثابت، دو، شیپ های متغیر. حالا اینا اصلا چه فرقی با هم دارن؟ شیپ های ثابت مثل مربع، دایره و چندین شکل دیگه ساده هستن و تغییر خاصی جز کوچیک و بزرگ کردن سایز و چرخوندنشون نمیتونیم انجام بدیم. ولی مدل دوم یا همون شیپ‌های متغیر کنارشون چندین نقطه دارن مثل مثلث. شما با تکون دادن هر کدوم از این نقطه ها میتونید شیپ رو به شکل دلخواه تغییر بدید. برای تغییر رنگش از گزینه کالر اند فیل و برای تکون دادن یا چرخوندنش از گزینه موو اند ترانسفورم استفاده میکنید. برای حذف کردنش هم سطح زباله بالا رو کلیک میکنید. اینکه اصلا این شیپ ها به چه دردی میخورن و چه کارایی میتونیم باهاشون انجام بدیم رو روز سوم چالش بهت میگم. پس فالو کن تا توی شلوغی اینستا گمم نکنی.